انتخاب اندازه مناسب پالت پلاستیکی. انتخاب ابعاد و اندازه مناسب پالت پلاستیکی یک تصمیم مهم است که بر جنبه‌های مختلف زنجیره تامین شما تأثیر می‌گذارد. با در نظر گرفتن عواملی مانند ظرفیت بار، فضای ذخیره‌سازی و تجهیزات جابجایی، کسب و کارها می توانند عملیات لوجستیکی خود را بهینه کنند و به کارایی و هزینه مقرون به صرفه‌تری دست یابند. مهمترین مواردی که برای انتخاب ابعاد مناسب پالت مورد نظر خود باید در نظر بگیرید شامل تعیین ظرفیت بار و نیازهای توزیع وزن و میزان تحمل بار هر پالت با تجهیزات و بسته‌بندی اضافی و انتخاب اندازه صحیح پالت پلاستیکی می باشد. فاکتور مهم دیگری که در انتخاب اندازه پالت پلاستیکی مهم است، فضای ذخیره‌سازی موجود و نوع سیستم قفسه‌بندی مورد استفاده است. بدین منظور میبایست ابعاد فضای ذخیره‌سازی کالاهای خود را اندازه‌گیری کنید و محدودیت‌های فضا، ارتفاع، عرض راهرو و الزامات فاصله سازگاری با تجهیزات حمل و نقل، یعنی قابلیت استفاده از جک پالت دستی یا لیفت راک در محیط را در نظر داشته باشید. شرکت پارس پالت با عرضه انواع ابعاد و اندازه پالت پلاستیکی استاندارد با هدف تأمین نیازهای تمامی صنایع در انبارداری و حمل و نقل کالا قدم مهمی برداشته تا کسب و کارها بتوانند انتخاب بهینه‌ای در تهیه پالت پلاستیکی داشته باشند. پل ارتباطی ما با شما: شماره تماس 026 32 32 13 27. پارس پالت.